میکنه. در نتیجه مهاجرین و انصاری که تا اون موقع مسلمان شده بودند که ما بیان کردیم که قبل از این که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه برسد تمام اهل مدینه خانه ای نمونده بود که اسلام در آن وارد نشده باشد. و در این بعداً آیه‌ای که بیان کردیم که خدا راضی است از اون مؤمنانی که در زیر درخت شجرة الرضوان به تو بیعت دادن، همه این افراد که گفتیم 1400 نفر بودند که تنها مهاجرین 800 نفر از مهاجرین بودند. 800 نفر از مهاجرین بودند. یک نفر در میان اون افرادی که در اونجا بود بیعت نداده، فقط اون یک نفر منافق بود. دیگه بقیه بیعت دادند و پروردگار از آنان راضی است. حتی پیامبر میفرماید خدا از همه راضی شد به جز صاحب شتر قرمز. همین خودش رو پشت شتر قایم کرده بود که بیعت نده. همون یکی که بیعت نداد. تمام پروردگار از همه اون راضی بوده. حالا باز در اینجا ما در سوره حشر به آیات دیگری یعنی باید میپردازیم، در آیه 8 و 9 بله، که در وصف مهاجرین و انصار و کسانی که بعد از آنان میآید بیان میکند. با قول محمد باقر، محمد ابن حسین باقر، که میگوید هر کسی وقتی که گفتن افرادی نظر شما در مورد کسانی که به ابوبکر و عمر دشنام میدهند چیست؟ گفت اونا مارق هستند، کسانی هستند که از دین خدا خروج کردند. مارقین هستند، مارقین.